بله بفرمایید. آقای محترم شما چند دفعه زنگ زدین اینجا این داستان رو برای من گفتین. لطف کنید زنگ بزنید پلیس 110. همشون نشستن دارن فکر میکنن. فهمیدم یه تیتر جالب. چی؟ دایی عالی. خب بگو. دایی داغه. ببین وقتی مخکار کنی اتفاق میفته دیگه. از اون خبراییه که روزنامه‌فروشا سر چهارراه داد میزنن و مردم صف میکشن تا یکیشو گیر بیارن. دایی این بم میتره که خبر. میگی یا نه؟ دایی جان یه مشتلو به چیزی بالاخره در خدمتیم دیگه. رحمتی تو از امروز اخراجی. آفرین. دایی جان اخراج چرا؟ خب میگم. خب بگو. بخشنامه جدید خرید خدمت سربازی. فرید تا حالا چند دفعه ما این تیتر رو داشتیم؟ رئیس توی 2 ماه گذشته شیرین 4 بار رو داشتیم. امکان نداره آقا. 4 بار. اگه خیلی بوده 2 بار بوده. رحمتی 4 بار. 4 بار. جفتشون اشتباه میکنن. 5 بار. درست میگی 5 بار. رحمتی وقتی من میگم 4 بار یعنی 4 بار. من کلکلم منم میگم 2 بار دیگه. درست 2 بار. منم تاییدش میکنم چون خانم دلخون گفتم 5 بار. بچه‌ها بذارید من یه اصل رو براتون بگم و اون اینه که عزیز من مجله‌ای که تیتر نداشته باشه این دوشکی کشتگی روش نیست. کی از تو سوال کرد؟ مگه من شما سوال کردم؟ من چیزی گفتم؟ نه چه عرض کنم. و اون اصل اینه که مجله بدون تیتر مثل تشک بدون کشتیگیره. بله بفرمایید. آقای محترم شما الان دارین مزاحم اینجا میشین و شما الان مزاحم تلفنین. اگه یه بار دیگه زنگ بزنین اینجا من زنگ میزنم پلیس 110 ها. لطف کنید زنگ بزنین خودتون پلیس 110 که من زنگ نزنم. ببینم هیچ معلوم است تو چی کار داری میکنی؟ نظافت. برو بیرون. نمیخوام ببینمت. تا 2 ساعت دیگه نمیخوام ببینمت. بیرون. فرید نگاهشو دیدی؟ خب دایی جان نگاهشو دیدی؟ چی رو؟ معرکه است. چی معرکه؟ قتل مدیر مسئول روزنامه به دست آبدارچی. خیلی بالی رامی. البته دایی جان دور از جون شما البته. پاشو برو بیرون. من که منظور بدی نداشتم. بیرون. برو بیرون. آدم کش. برو بیرون. بیرون. چشم. ببین منو. بشین فعلا. بگی بشین.
پدر من شما 1 دقیقه به من اجازه بدید، من الان خدمتتون عرض میکنم قضیه داماد جناب عالی هیچ ربطی به ما نداره. بله بعدش من کوچیک‌تر از اونم که بخوام شما رو نصیحت بکنم، ولی پدر من شما مسائل خصوصیتون رو به هیچ کس نگین، بین مردم دهن به دهن میچرخه، بعد اتفاقات ناجوری میفته. فامیل توف سربالاست، اونم از نوع دامادش. آقای کابوسی من نمیدونم این تلفن کیه میذاره رو میز من؟ کی بود؟ با شما کار نداشتم. ببینم همایون با کی کار داشت؟ بابا یه مزاحمه از صبح تا 100 دفعه زنگ زده، هی میگه دامادم نمیدونم نوامو میخواد ببره خارج، هی هم میگم آقا مسائل شخصیتون به ما ربطی نداره، هی گوشش بده کار نیست، هی زنگ میزنه میگه میخوام منعکس بشه، میخوام چاپ بشه. ما زنگ میزدیم مخابرات میگفتیم مزاحم تلفنی داریم. شما خواهش میکنم ساکت باشید و شما هم قطع کردید. بله اجازه بدید رئیس، اجازه بدید رئیس. همایون تو اینجا حقوق نمیگیری که تلفن قطع کنی، این کارا به کی مربوط میشه ها؟ فرید جون من چه میدونم، به فامیلاش، به پلیس. خودشه. فرید خمشو بگیر. چشم پهلوون. ضربش کن. بیداد چی شد؟ یکی بیاد کمک کنه. کمک کنه ببینیم کجا این آخه؟ ای داد ای بابا بابا عکس بگیر، عکس بگیر. عکس بگیر مگه ماشین بازش بزن بابا. بیا شما بزن. کمکم کنی. آقا بخور بدم رئیس ببخشید. بیا بخور به درجا. بخور به درجا. تشکر میکنم. قربونت برم. دیگه بفرما. بس همه چقدر بخور به درجا. بخور. بچه اجازه بدید بخوره. بعد جوری ضربه شده. بله رئیس. بخور. بده من. اون یکیشم آقا بده من. دیگه نمیدونم شکم آبنبار که نیست. قربونت برم من. بخور به نمیشه. درجا. نه میشه. اگه بخور بشه قند خونتو میبره بالا. بخور. اندازه کافی قند خونم بالا رفته، شما باید کمکم بکنید. ما کمک حالا می‌کنیم. بهترم خیلی خوب، من. باش. بهترم شما خیالتون راحت بده من. باشید. هر چقدر دیگه لیوان بخواین هست. میدونم هست ولی من خیلی نمیتونم. خوب. پدر جون آروم باشید. آروم. بازم بخورم آخه یکی دیگه آروم باشید، یه خودش بخورید. خیلی خوب. خوبه بابا. حالا خیلی آروم و شمرده به ما بگید چه اتفاقی افتاده. خیلی آروم و شمرده. آروم و شمرده. آروم و شمرده. 1 به 1 میگم. 1 به 1 بله. عرض کنم خداوند به من یه دختری داد. خب این دختر من فوق‌العاده بی‌نظیر و خوب و مهربون. خب بعد بزرگ شد، دبیرستان رو تمام کرد، وارد دانشگاه شد، دانشکده کشاورزی. رفت همچین که فهمید چجور یک مزرعه رو نگهداری میکنن دلش زد. خب بعدش رفت دانشکده فنی، اونجا با یک پسری که خیلی پسر آقا و بی‌نظیری بود آشنا شد. خب تو این آشنایی علاقه به ازدواج کشیده شد. بسیار خوب. با دختر من ازدواج کرد. بعد از ازدواج خداوند به من یک نوه دختر داد. خیر انشالله. پدر جان برید سر اصل مطلب. دارم میرم شمرده گفتم شمرده نگفتم از ما قبل تاریخ بگید. خب چیکار کنم با شمرده بگم دیگه عزیز من تا به مطلب برس. بفرمایید. بله این دختر فوق‌العاده‌ای شد، دختر قشنگ بی‌نظیر. برای نشستم گفتن خب نمیشه که تو خونه نوه یه دونه دختر باشه، باید یه پسرم باشه. رفتن سراغ پسر. خداوند بار دوم نوه دیگری به بنده عنایت فرمود که اونم دختر شد. من 2 تا دختر نوه دارم. اون وقت حالا این داماد من، بله همین داماد جنایتکار من، این داماد من که قاتل بالفطره است، تصمیم گرفته که این 2 تا نوای دستگار من برداره بره خارج از کشور. ای وای مرد پیر که به زحمت توانسته بود فقط جرعه‌ای آب بنوشد، گفت داماد خونخوار نه قاتل بالفطره. خونخوار چیه؟ قاتل بالفطره دیو انسان نما تصمیم گرفته
نواهای او را به خارج از کشور ببرد. بیچاره پیرمرد خون گریه میکرد. مادر این بچه ها کجاست؟ ده همین دیگه، طفل معصوم ها مادر ندارن. الهی بمیرم براش. عاشق پدر بزرگشونن. اگه بدونی بالاخره تنها یادگارای دخترشن دیگه. فرید باید هر کاری از دستش برمیاد برای اینا بکنه. دلت خوشه خواهر، چه ساده ای. چطور؟ اونجور که من بو بردم فرید طرفدار داماده است. دوستشه؟ نه. چی؟ چه میدونم، ولی از حرفایی که به پیرمرد میزد فهمیدم تفلک پیرمرد تنها و بیکس انقدر بیچاره بود اونجا. بیچاره خون گریه میکرد. خیلی خوب بسته دیگه، بذار خودم برم ببینم چه خبره. منم میام، ولی یه موقع نگی من گفتم باشه؟ بابا چی میگی؟ تلویزیون رو خاموش کن بیا. سلام. مامان جون فرید که هست؟ آره مامان تو اتاقشه، داره مینویسه. ببخشید من یه لحظه برم پیشش. بیا خاله، بیا داشتم چای میریختم، بریزم برات؟ آره ممنون. ببینم مامان چی کار داشت؟ هیچی بابا، اخلاقشو که میدونی، نگرانه دیگه. مگه اتفاقی افتاده؟ ها، اگه بدونی امروز یه پیرمرده اومده بود دفتر مجله. اون که از داماد شاکیه. تو هم میدونی؟ آره. باید بودی و میدیدی پیرمرد بیچاره چجوری گریه میکرد. خب دلتنگی سخته دیگه. نه بابا، فقط که این نیستش، حتما چیز دیگه هم هست. آخه آدم فقط واسه یه مسافر از رفتن نباش که اینجوری خون گریه نمیکنه. خب پس چیه؟ همی؟ فرید فکر نمی‌کردم اینقدر سنگ دل باشی. چرا؟ چرا یه طرف به قاضی رفتی؟ خاله من اصلا پیش قاضی نرفتم، داشتم مطلب تهیه میکردم. و از اون داماد سنگدل دفاع کردی. کی دفاع کردم؟ خب ننوشتی، ولی همین ساده گذشتن از این مطلب خودش یه جور دفاع محسوب میشه دیگه. فکر می‌کنی من خرم نمیفهمم؟ بلا نسبت خاله، آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ آخه ما که نمیدونیم اونور چه خبره. تازه اصلا این کارت هیچ حرفه‌ای هم نیست. میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی چی حرفه‌ای نیست؟ بابا باید جنجال بپا کنی. به قول اون رئیس چی میگه؟ تو شک بدون تیت مثل مجله بدون کشتیگیر خب میمونه. حق داری بنده خدا. باید جنجال بپا کنی، تو همه بیان نظر بدن، حرف بزن اگه چیزی بشه. ولی خاله اولا بدون جنجال هم میشد فهمید که موضوع چیه، نه؟ خب ده اشتباهت همینه فرید جان، برای همینم هیچی نشدی تا حالا. تو باید جنجال بپا کنی، شلوغ بشه، همه بیان نظر بدن، حرف بزنن، یه چیزی بشه دیگه. آره سخته، ولی الانم جنجالم نمیاد خاله. اینجوری هم ولی من جنجالم خیلی میاد. بفرما بیرون خودم درستش کنم. من ببخشید دیگه. خواهش میکنم بیرون منتظر باشین. وحشتناکه. مادرت نوشته؟ خودم میدونم. میخوای چاپش کنی؟ من بدم نشده، قبول دارم خیلی جنجالیه، باید اصلاح بشه، ولی یه نگاه دیگه بنداز. خیلی زیادی، واقعا زیادی. ولی مادرت خوب وارده، به قول رئیس بفروشه، پول داره توش، خیلی خوبه. تو خجالت نمیکشی؟ با من بودی آیا؟ مگه کس دیگه هم اینجا هست؟ بابا شما چرا انقدر به من گیر دادین امروز؟ برای که حقت فرید جون، قبول کن در مسائل حقوقی من از شما بیشتر واردم. بله جدی میگی دیگه؟ نه شوخی نکن. ببین طبیعیه که یه پدر مسئولیت بچه‌اش با خودشه و این حق رو هم قانون به اون داده. من که چیزی نمیگم. پس چرا میخوای جنجال کنی؟ کشف حقایق. این روش هفته‌نامه‌های جنجالیه؟ مطلق که نمیندازی؟ نه.
منم که از دید شما آدم بیشعوری نیستم. نه. خب پس لطف کنید تو کار من دخالت نکنید. خب چشم. الهام میخوای قهر کنی؟ نه. الهام بابا فرید هر کاری دلت میخواد بکن. بابا من که آقا فرید، ناهید جون گفتن که انگاری بی موقع مزاحم شدم، نه؟ نه خاله بی موقع نه، فقط اولا در میزدی الان همینجوری پس بی موقع نیومدم. گفتن اون گزارشی که نوشتن میخوان یه اصلاحی بکنن، بعدم گفتن اون گزارش عکسم میخواد، عکس 2 تا بچه زار و نزار با عکس پدرشون. لطف بفرمایید بگید که زار و نزار و اینجور چیزا رو ما نداریم. خب قیافه، خب عکس یه آدمی بد قیافه و ناجور تو روزنامه زیاد از این قاتل ماتلا، من خودم پیدا میکنم براتون. چرا منو نگاه میکنی؟ نه داریم. خب پیدا میکنم. کشف حقیقت اینجوریه دیگه. آره حق با تو بود. راست میگفتی. بیا ناک میبینی؟ میگه قاتل ماتل و زار و نزار و این صحبت ها. اصلا میدونی چیکار میکنم الهام؟ یه مقاله خوشگل خودم تهیه میکنم. فرید؟ بله. جدی میگی؟ شوخیم کجاست؟ پس حرفای رئیست چی میشه؟ اون همیشه میخواد فقط ضربه کنه، اصلا دوست نداره ضربه بشه. حالا نشون میدم مقاله یعنی چی. داشته باش. سلام. خرید سربازی یادت نره. خدافظ. رفیق خاطر ما بنما یه چای درنگ بریزم با هم بریم سینما. سماورتم آقا منوش. دمت گرم. سلام خاله موشی. خاله موشی چه فنتیاس اوزا. خبری نیست، بدو آره باشه دارمش. اینا دیگه. سلام بر رئیس بزرگ. رئیس میدونم قبول دارم شرمندم. میدونید چرا دیر کردم امروز؟ یه دونه از این ماشین مسابقه ها هستن که تو پیست اسکی میرن. خب شما چیزی میخواین بگین آیا؟ میخوام بگم باید افتخار میکنم. همین. رئیس دارین تیکه میندازین دیگه نه؟ پسر این گزارش چه کرد با من؟ چه کرد؟ پسر نزدیک بود پس بیفتم. آخه بی انصاف، تو اینقدر کار کشته بودی و من نمیدونستم. رئیس من دارم نمیفهمم شما چی دارید میگید. پهلوانی. فقط میتونم بگم تو یه پهلوانی. پرچاکریم ولی چی آخه؟ خوندم. اینه کار فرهنگی، یعنی این. منتها دلم میخواست این مقاله رو از دست خودت بگیرم. جون وردادی به دلیخون بیاره، میخواستی کلاس بذاری. آره؟ دوستان، همکاران عزیزم، همه شما کم و بیش در جریان اتفاقاتی که در 1-2 هفته گذشته در هفته نامه ما اتفاق افتاده قرار دارید. بگیده. فرید سپهری، هفته نامه شهر قشنگ به داشتن نویسنده با استعداد و با شعوری مثل تو افتخار میکنه. دست بزنید. عکس بگیر. و حالا که کار گرفته و حریف خسته است، باید دخمش رو بگیری. بله چشم رئیس. دست بزنید.
فرید واقعا در رو تو بست؟ حالا من باید چیکار کنم؟ محکم بست. چیو؟ درو. بابا درو رو تو محکم بست. آره دیگه خاله این چه سوالیه؟ تو فارسی بهش میگم من از خونه انداخت بیرون. نه خاله، نه بابا این حرفا چیه میزنی؟ بیرونت که ننداخت، فقط یک کم رات نداد. خب بیجا کرد در رو تو بست. یعنی چه؟ مگه زن در رو شوهرش میبنده؟ اونم محکم و با خشونت. خب نگران نباش، خودم درستش میکنم. میگم که راستی فرید از پیرمردی چه خبر؟ خاله میخواید که وضع اخراج من از خونه رو درست کنی یا کار پیرمرده رو؟ خب اگه دستم بر بیاد هر دو رو، چه اشکالی داره؟ آدرسشو داری؟ آدرس خونه خودم رو دیگه نه؟ همین بغله خاله، نها کنید همین بغله. شوخی نکن دیگه. اگه آدرسشو داری به من بده، میخوام برم خودم تحت قضیه رو در بیارم. اگه بشه میخوام برم با دامادم یه صحبتی بکنم. خب راستی کارتون به کجا رسیده؟ کار؟ به غیر از اخراج من از خونه یه گزارش با شرح و تفصیلات قرار فردا چاپ بشه. یه مقاله مبسوطم خودم امروز از بقال دم خونه‌شون و این صابخونه‌شون تهیه کرده بودم. الهی بمیرم. حالا من واقعا دارم دچار کمبود محبت میشم این دفعه واسه من دیگه نه؟ برای بچه ها هیچ کس نیست بهشون محبت کنه. آخه به اینم میگن پدر جنایتکار. فوق‌العاده خبرهای جدید از داماد جنایتکار. داماد جنایتکار در دادگاه. امروز ما مفهوم رشد و پویایی رو به عینه در رفتار و کردار این دوست عزیزمون میبینیم. فرید سپهری که در بالاترین مقام و مرتبه در این روزنامه، البته بعد از من، قرار گرفته، میبینید که رشد کرده، پویاست و باز هم دلش میخواد جلوتر بره و بالاتر بره و موفقتر بشه. و در رابطه با این موفقیت باید به عرضتون برسونم که ما نه تنها به مسئولیت‌های اجتماعی خودمون پاسخ مثبت دادیم، بلکه تیراژمون رو هم به 2 برابر افزایش دادیم. این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به حریف اجازه نفس کشیدن ندادیم، نفسش رو قطع کردیم. منوچه چایی، قهوه، شیرینی. آقایون و خانمای محترم خوشیب دست دیگه، اوضاع خراب. تو چی داری میگی؟ فاتحه هممون خونده است. بابا داماده رفته شکایت کرده. یعنی چی؟ یعنی چی کشتی؟ یعنی اینکه حریف رو کرده. بس سلام جون من. بله. ببینم این از کجا آوردی؟ خود این مرده داد بدم به شما. خودش؟ بله خودش هم الان میاد پیشتون. ای بابا آقا ما تو پانسمان نیستیم. برو یه جوری دست به سرش کن. من که اوخ میکنیم. من برو دست به سرش کن. برو. دایی فرار کن دایی. چیکار کنیم؟ ما این بریم گذاشت. چیکار کنیم؟ مدیر مستر روزنامه شمایی؟ بله خوشبختیم از زیارتتون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. فرید سپهری اون وقت کدومه؟ فرید سپهری ایشون. بله در خدمتم. منو نمیشناسی؟ نه. خوب نگاه کن. نه اولا میشناختم الان بیادم. من همون داماد جنایتکارم. اصلا بهتون نمیاد. واقعا کارتونم دارم اتفاقا. بفرمایید. خواهش میکنم در خدمتتون باشیم. منوچ خان چایی. آقا من چای مایی نمیخورم. کار دارم باید برم. همون قبلی‌ها که خوردم منو مونده جواب ندادم. نمک نداره. تو که نمک داری؟ خیلی ممنون. ببخشید ممکنه ازتون خواهش کنم این چیه؟ ببخشید این برگه احضاریه دادگاه است. احضاریه؟ بله خواستم خودم بیارم خدمتتون. بابا زحمت شما شد. ما خودمون اومدیم میگرفتیم ازتون. بله. کارا چیه؟ پیک داشتیم خودمون.
خواهش میکنم دروغگوی بزرگ. و اما شما جانم آقای فرید سپهری. جانم بفرمایید عزیزم بفرمایید. جانت بی بلا. خیلی ممنون. برای تشکرش کار شما نبود کاری بکنم. شانس آوردی که همچین مادر زنی داری. شانس آوردی. مادر زنت کاری کرد که اقلا بتونم به کارهای عقب موندن برسم. کارهای عقب مونده‌ای که شماها باعثش شدین. کی ما؟ همین شما. آره. بله جناب میدونی من چقدر توی هفته گذشته دادگاه بالا پایین شدم تا از حیثیتم دفاع کنم. شرمنده. وای جناب. جناب مرض گوش بده این جناب چی میگن؟ جناب بابا توی این هفته میتونستم اقلا برم بچه‌هامو بذارم مسافرت، بذارم سفر پیش مادرم. ای بابا. به کارام برسم. جناب شما خارج از کشور تشریف میبرید؟ به سلامتی میشه. برگه هزاریه فعلا پیشت باشه. برای چشم. فعلا. چشم. تا ببینم چی میشه. آقا ببخشید. بعد جوری ضربه شدیم رئیس. بعد جوری بگو ضربه شدم. بگو به کی زنگ بزنم حالا؟ به کی زنگ بزنم؟ برای چی؟ برای سند و وثیقه؟ دیگه کسی ندارم. هیچ کی باقی نمونده. کی بیاد برام سند بذاره؟ ببینم تو میتونی کاری بکنی، چیزی جور بکنی؟ نمیدونم حالا ببینیم چیکار میکنیم. دنبالش برم دیگه. در حال هر کاری میکنی نذار بچه‌ها بفهمن آبروریزی میشن. رئیس حرفی میزنید. بقال سر کوچه هم فهمید بچه‌ها. ملاقات ما میای؟ بله چی بیارم براتون؟ چی میخواید؟ یعنی چی؟ یعنی مامان شما چرا متوجه نیستین باعث و بانی چه مسائلی شدین؟ ای بابا خب من چه میدونستم؟ تقصیر فرید دیگه، کم تجربه است. یکی باید پشتیبانش باشه در حرفه خبرنگاری. اینجوری؟ خب من برای همین میگم کم تجربه است دیگه. میاد یه اخبار پرت و پلا به آدم میده، آدمو گمراه میکنه. مامان به فرید بیچاره چه ربطی داره؟ خاله نسرین بی خودی شلوغش کرد. خب بله تقصیر اونم هست. تقصیر نسرینه. نسرین و فرید. مامان و یک کمی هم من. خب ببینم راستی تو فریدو تو خونه راه ندادی؟ مامان نه که راش ندادم، یکم راش ندادم. محکم بستی؟ چی رو؟ درو؟ بله درو میگم محکم بستی؟ خب نداره اونم درستش میکنم. خب بالاخره ممکنه رئیسشو بندازن زندان. این کار یعنی حد حرمت مامان، تحریک اذهان عمومی. داماده ممکنه بره اعاده حیثیت کنه. نه نگران داماده نباش، من باش صحبت کردم. وای مامان خواهش میکنم دیگه دخالت نکنین مامان، واقعا کافیه دیگه. بس تو هم انقدر شلوغش نکن. خب من رفتم تتوی قضیه رو در آوردم بعد کاری کردم. داماده میخواسته بره مأموریت، زنش هم که مرده بود. بچه‌ها رو باید چیکار میکرد؟ پدر بزرگ بچه‌ها هم که یه مقدار اختلال حواس داشت، نمیتونست بچه‌ها رو اونجا بذاره که. میخواست ببره شهرستان بذاره پیش مادر خودش. بعد اون وقت اینجوری شد. اینجوری شد. آره یعنی ما اینجوری کردیم قضیه رو. خب ولی حالا داماده میتونه بره مأموریت. چطور؟ خب برای که میتونه نگران بچه‌هاش نباشه دیگه. من بهش گفتم که ما بچه‌هاشو نگه میداریم. ما؟ بچه‌هاشو؟ با پدر بزرگشون. مامان اینجا که نه، اینجا اون وقت شما میای میری اینجا. وای ببین تو واقعا درونش محکم هستی، خیلی محکم. الهام بله چه خبره اینجا؟ سلام فرید. سلام چه خبره؟ چی مهمون داری؟ مهمون چی؟ مامانم برات مهمون دعوت کرده. انقدر بچه‌ی نازیان که خدا بدونه.
آره؟ بله ولی اولا قرار بود اون مهمونا مال مامان تو باشن مثل اینکه. میدونم فرید خان، ولی این دفعه شما ضربه شدی. برو پیششون، بعد اینجا وایسادی. ای وای. ببینم الهام اون پیرمردم هست؟ پس چی اونم هست؟ شب بخیر. شب بخیر. دوستان عزیز، همکاران محترم، در هفته نامه شهر قشنگ، همگی اطلاع دارید که ما در 2 هفته گذشته با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو بوده ایم و کلا در زندگی این هفته نامه ما با مشکلات زیاد و بحرانهای عجیب و غریب در ارتباط بوده ایم، مخصوصا در 1 هفته گذشته با بحران عجیب و غریب داماد جنایتکار و در واقع داماد بیگناه روبرو بودیم که اون رو هم خوشبختانه با موفقیت پشت سر گذاشتیم. در این ارتباط جا داره که من از همه شما و از تک تکتون قدردانی و تشکر کنم، به خصوص از فرید سپهری و مادر زن عزیزش که تقبل کردند او پیرمرد و بچه های اون داماد بیگناه رو نگهداری کنند تا داماد به کارهاش برسه